جوانان مسلمان، این گرگه ها زیادن، مواظب باشید. شما رو به خدا قسم این همه نماز، این همه ذکر، این همه دعا، مردم زاهدان، اینجا اشکهای شبانه مولانا عبدالعزیز ریخته است. اینجا جایی است که هر قطره قدم بگذاری شاید اشکی از قطرات اشک مولانا عبدالعزیز اینجا شبانه ها ریخته باشه، برای هدایت من و تو، برای که دزداب تبدیل به زاهدان بشه. نکنه خدایی نکرده با مراسم غیر اسلامی تیشه برداری و قلب نازنین مولانا عبدالعزیز را زخمی بکنی، قلب مولانا عبدالملک را، قلب مولانا عبدالله روانبد را، قلب مولانا عبدالستار را و هزار قلب شهید قرآن مولانا نعمت الله را که به خدا قسم مسئولی. قدر این نعمت ها رو بدونی، قدر دعاهای شبانه مولانا عبدالحمید رو بدونی و خدا نکنه راحت خط قرمز بکشید روی همه این مجاهدت ها که روز قیامت قبل از اینکه محمد رسول الله بیاد یقتو بگیره مولانا عبدالعزیز یقه من و شما را خواهد گرفت. چه جوابی داری بدی؟ مواظب باش، دنیا بسیار فاسد شده، آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است. بازار ایمان فروشی گرم شده، بازار دین فروشی گرم شده. اینها واقعیت هایی است که تو جامعه بشری ماست. حالا جوان تو این جامعه ما چطور زندگی بکنه؟ حق داره جوان ما اگر امروز